بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. ما و شما گفتیم که با سوره فاتحه با قرآن چه قسم زندگی بکنیم. قرآن بر ما چی می آموزه و از این آموزش‌های قرآن وقتی که یاد گرفتیم چه قسم با او زندگی بکنیم. اول با احساس توحیدی گفتیم، دوم با دعا و ثنا و استعانت و هدایت در سوره فاتحه. باز وقتی که سوره فاتحه را میخوایم، سوره فاتحه برای ما مناجات سخن گفتن با الله را تعلیم داد. ایرام خواندیم. چهارمی گفتیم که کل دین در سوره فاتحه است، عقیده در سوره فاتحه است، عبادات در سوره فاتحه است، طریق زندگی در سوره فاتحه است. نظام های زندگی، نظام اعتقادی، نظام عبادات، نظام سیاسی، نظام قضایی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام مالی، نظام اخلاقی، نظام تعلیمی و تربیوی، نظام فرهنگی، نظام جهادی، نظام دعوتی، کل از اینا خلاصه شدن در چی؟ در سوره فاتحه. بعد از او آمدیم گفتیم که خلاصی دین در سوره فاتحه هست و خلاصه سوره فاتحه در ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. این هم خواندیم. ششمی خواندیم که هدف انسان چی هست؟ هدایت است. و هدایت چه قسم انسان میتونه هدایت پیدا بکنه؟ اول با معرفت الله، در 4 آیت اول معرفت الله، در آیت 5 سوره فاتحه چه قسم عبادت الله را بکنیم، و در آیات بعدی امو راه درسته که ما را به طرف هدایت میکشانه، مطابقت از راه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین و دوری از راه گمراه ها و از راه غضب شده ها. امروز میم سر هفتمی نقطش که قسمت هفتم است. قرآن به چی قسم بخوانیم؟ و ای بخوانیم که قرآن عظیم الشان سوره فاتحه را وقتی که میخوانیم، سوره فاتحه برای ما 2 قسم شفا میده، دوا هست، به 2 قسم مرض و یا 2 قسم شفا برای ما میده. اول برای شفای امراض قلبی هست، قلبت به توحید و یگانگی الله و قلبت به طرف الله میکشانه. شفای قلب است و شفای تمام اعضای بدن انسان هست. وقتی که صحابه میخواستن کسی را رقیه بکنن برای یک مریض، برای شفای جسم از او و شفای معنوی از او و شفای روح از او، سوره فاتحه را میخواندن. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک شفا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در سوره فاتحه برای تمام مرضا شفا هست و غیر از مرض مرگ دفع نمیکنه، اجل که پوره شد، اما دیگه مرضهای جسمی را کلش چی هست؟ شفا هست. سوره فاتحه را میخوانیم، شفا هست، شفای قلب. چه قسم از شفای قلب؟ شفای قلب است که به قلب ما و شما وقتی که بسم الله میگیم، بسم الله با برای استعانت است، یعنی به استعانت و کمک از نامهای الله، به کمک الله. الله ذاتی که خالق یکتا هست، رب العالمین هست، ذاتی که رحمان الرحیم است، ذاتی که حمد مخصوص از او هست، ذاتی که ربوبیت مخصوص از او هست، ذاتی که ربوبیت و مالک دنیا هست. همین قسم یکی از معانی رب چی است؟ مالک است، خلق کننده است، روزی دهنده است و همچنان مالک یوم الدین است، روز آخرت است. این قلب انسان چی میسازه؟ قلب انسان روشن میسازه، منور میسازه، پاک میسازه. این شفا هست برای قلب. قلب چه وقت پاک میشه؟ وقتی که انسان ایاک نعبدو میگه، عبادت مخصوص الله میکنه. قلب چه وقت پاک میشه؟ وقتی که ایاک نستعین میگیم، وقتی که استعانت فقط از الله میخوایم. قلب چه وقت پاک میشه؟ وقتی که به الله دست دعا بلند میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مرا هدایت علم، هدایت توفیق، هدایت ثابت قدمی هیر نصیب بکن. هدایت چه وقت نصیب میشه؟ قلب چه وقت پاک میشه؟ قلب چه وقت جور میشه؟ قلب چه وقت شفا حاصل میکنه؟ وقتی که از الله بخوایم که به صراط المستقیم بریم،
صراط الذین انعمت علیهم. راه رفتن به راه از اینا چی میکنن؟ قلب انسان با قلبهای از اونها یکی میسازه، راه انسان با راههای از اونها یکی میسازه و قلب وقتی پاک میشه که از مغضوب علیهم و الضالین خود دور بسازیم. کتی علمایی که علم دارن عمل نمیکنن، کتی او جاهلایی که عمل میکنن بدون علم، از صف از اونها خود بکشیم در صف نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. اینا رهبرای قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.